عروسکم امروز می‌خواهد به مکتب برود. کیفش را هم آماده کردم. زوها آرام با عروسکش بازی می‌کرد. در همین هنگام سوها با لبخند و قدم‌های آرام نزدیک شد. زوها عروسک را به من می‌دهی؟ نه سوها، تو هم یک عروسک داری. اما مال تو قشنگ‌تر است. سوها به سرعت عروسک زوها را گرفت و خندید، سپس دور شد. زوها ساکت ماند و نگاهش را به عروسکش که حالا در دستان سوها بود دوخت. سوها همیشه این کار را می‌کند. ناگهان صدای زنگ موبایل آمد. مادر گفت دخترها، خاله ها تماس گرفتن. بیایید صحبت کنیم. روی صفحه چهره خاله هادیه از دانمارک و خاله سیده از هلند دیده شد. کنار سیده دو دخترش ستایش و یسرا نیز بود. سلام زوها جان، چطور هستی؟ سلام دخترها، ستایش و یسرا میخوان با شما صحبت کنند. زوها با لبخند به گوشی نزدیک شد. سلام ستایش، سلام یسرا. عروسکت امروز چه کار میکن زوها؟ او معلم شده و میخواهد شاگردهایش را درس بدهد. خیلی قشنگه. سوها کجاست؟ سوها پشت صندلی نشسته بود و با دقت گوش میداد اما چیزی نمیگفت. سوها جان، اگر بیایی با ما صحبت کنی من برای یک عروسک جدید میخرم و من برای عروست لباس میفرستم. چهره سوها ناگهان شاد شد. از پشت صندلی بیرون آمد. با لبخند گفت واقعا سلام خاله ها، سلام ستایش، سلام یسرا. عروسک من امروز مریض است. باید ببریمش دکتر. و عروسک من در نانوایی کار میکن و نان تازه میپزد. هموقت مادر وارد شد و گفت سوها جان، پنهان کردن عروسک درست نیست. باید با خواهرت شریک شوی. زینب که کنار مادر ایستاده بود گفت وقتی با هم بازی میکنین همه چیز قشنگتر میشه. ها به زوها نگاه کرد و گفت به بخش زوها، بیا با هم یک مکتب درست کنیم برای عروسک ها. زوها لبخند زد. خیلی خوب، معلم میشم، تو هم شاگرد باش. ستایش و یسرا با شوق گفتند ما هم میخواهیم در مکتب شما شاگرد باشیم. دخترها خندیدند و گفتند شب خیر خاله ها، شب خیر ستایش و یسرا. ما هم شما را دوست داریم. خوابهای قشنگ ببینید. مادر پتو را روی آنها کشید و با صدای آرام گفت خواب آرام و شیرین داشته باشید دخترهای نازنینم.